بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خواهران و برادران مسلمان. امروز برای اولین بار ویدیو کلیپی رو مشاهده می‌کنید که تا به حال نمونه آن را ندیدید. این ویدیو کلیپ تقریباً 5 دقیقه میباشد و شامل دو بخش اصلی یعنی توضیحات و نشان دادن اصل مدرک میباشد. لازم به ذکر است که تا میتوانید از این ویدیو کپی کرده و آن را میان تمامی دوستان و آشنایان و حتی ممکن غریبه ها هم به اشتراک بگذارید، چرا که افراد صهیونیست‌ها و به خصوص پشتیبانان آنان به دنبال نابودی این اثر مهم و ارزشمند در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و یوتیوب میباشند. پس بسم الله. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. قرآن میگه شدیدترین دشمنی علیه مؤمنین از ناحیه کیه؟ یهوده. الذین آمنوا امروز بقیت الله الاعظمه. لتجدن اشد الناس عداوة لامام زمان کی؟ الیهود. بله، او اشد الناسه. یعنی اگر امام زمان نمیتونه بیاد دست اونه. بزن دستشو بشکن، جای دیگه نری، یه وقتا اشتباه نکنی ها. خیلی خوب، و حالا حساب بکن یهو تو فکر ما هم بیاد به این که آقا بی خیال ولش کن بابا، بریم صحبت بکنیم یه خود مشکلاتمون حل بشه، به یه نون بهتری برسیم. خاک بر سر چنین فکری. این شد شیعه. از این بعد پاتو گذاشتی اونور لتسألن یومئذ عن النعیم. چه کردی با امام زمانی؟ هیچی بابا، اون که اونور داشت زندگیشو میکرد، ما میخواستیم زندگیمون رو بکنیم. ما میخواستیم زندگیمون رو بکنیم. امروز یه کلیپی خیلی جالبه. تمام کدوم مردی رفته اینو برداشته آورده، خیلی مردود هرکی بوده، خیلی قشنگ کار کرد. این برای اولین بار نفوذ میکنه این مطلب به بیرون. خاخام یهودی در کنیسه یهودی ها سخنرانی داره میکنه، میگه ما باید یه کاری بکنیم. اینا نتوانن امام زمانشون بیارن، اینا میخوان امام زمانشون بیارن. اگر امام زمانشون بیاد بساط ما رو جمع میکنه، ما باید یه کاری کنیم نتونن بیاریم. ما سرخی رو درست کردیم فرستادیم تا اینا مشغول سازی بشه. ما فوتبال تو دنیا داریم اوج میدیم، یه کاری بکنید اینا برن سراغ فوتبال، یه کاری کنیم برن سراغ ورزش ها، یه کاری بکنید اینا غافل بشن، بین خودشون دعوا بشه، یکی دیگه بیاد یه حرف دیگه ای بزنه. آقا یواش یواش لورم که این داستان نمیدونم شیرازی و سرخی و داعش و همه اینا راه انداختن که چی؟ که ما رو در درون خودمون مشغول بکنن، اومدن امام زمان عقب بیافته. این سریع کلمات این خاخام یهودیه. להשתנות. אפשר להרוויח את העולם הזה ובגדול, לחיות חיים טובים ומאושרים, גם בגשמיות, אבל עם ברכות. אפשר לאכול מאכל טעים ולברך עליו, לשתות משקה טעים ולברך עליו, אפשר ליהנות, אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר הכל, והכל עם ברכות, הכל מצוות, ואפשר מכל דבר אפילו הגשמי ביותר לעשות מצווה. כשאברהם אבינו מארח אורחים והוא עומד בן 99 כחום היום אחרי ברית מילה ביום השלישי, זה הכי כואב, הוא מחפש אורחים, והקדוש ברוך הוא בשביל להכניסו לאוהל בחזרה מוציא חמה מן הרתיקה והוא לא נכנס, והוא רואה 3 ערביים שהם היו המלאכים שבאו אליו ונדמו לו כערביים עובדי עבודה זרה, הוא מכניס אותם לביתו, הוא רץ אל הבקר, הוא שוחט, עושה הכל בשביל לעשות הכנסת אורחים, גומל חסדים. זה יהודי. מה הוא מאכיל אותם? 3 לשונות בחרדל, מכל שור הוא מוציא לשון. טוב, תיקח לשון אחת חלק ל3, היא גדולה. לא. גמילות חסדים ב100%. אתם יודעים מה היה באותה שעה? בשעה שבאו הערביים הקדוש ברוך הוא היה איתו, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא פתח האוהל. וכשהוא ראה את הערבי, מה אומר לקדוש ברוך הוא?
ألا تعبر مع العبديخ سليحان لا يقول دبر تفكرك عيشو يا إسرائيل خيبر خيبر إنا والله جيش حيدر يا إسرائيل خيبر خيبر إنا والله يا إسرائيل خيبر خيبر إنا والله جيش حيدر